اما همزمان در ایران برای مقابله با پهپادها و ریزپرنده‌ها به خصوص پهپادهای پنهانکار رژیم صهیونیستی روش‌های دیگری استفاده می‌شود. مثلا همین 2 روز پیش آخرین نمونه‌اش شکار شکارچی، پیچیده‌ترین پهپاد اطلاعاتی رزمی رژیم. این پهپاد هرون ساقط شده ارتش رژیم صهیونیستی است که با آتش پدافند سامانه ایرانی مجید بچه‌های نیروی زمینی ارتش در نقطه 0 مرزی منهدم شده با شماره بدنه 298. این یکی از پیشرفته ترین پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی. طول بالش رو اگه بتونی بگیری از این نقطه تا اون نقطه 17 متره. یکی از پیکرترین پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی است و همونطور هم که می‌بینید طراحی خیلی خاصی داره از نظر لایه تجهیزاتی که روی بدنش کشیده شد. بخشی از بدنه سالم، اگر همکار تصویر آدم بتونه دقیق نشون بده. ببینید اینها هم بخشی از الیاف جاذبه امواج داره. بعد این الیافش زوزنقه‌ایه که حالا وزنش رو سبک می‌کنه برای کار و لایه‌های مختلف پلاستیک و الیاف خاص نظامی رو شما می‌بینید که اینها همگی برای جذب امواج راداره. اونم موتورشه و همونطور که می‌بینید این الیافی که روی موتور هست باعث میشه هم گرمای موتور رو بپوشونه. ببینید این الیاف باعث میشه گرمای داخل پهپاد به بیرون درز نکنه و حتی شما با سامانه‌های حرارتی هم نتونین شکارش کنید. شکارچی هرون این سامانه است. مجید ساخت صنایع دفاعی ایران که میتواند اهداف هوایی را تا ارتفاع حدود 10 کیلومتری منهدم کند و توانست این شکارچی را شکار کند. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.